نقطه آغازین حقوق بشر است. تحمل و شنیدن صدای مخالف. راه صلح از جاده حقوق بشر است. بانوی صلح، شیواترین تعبیری که شیرین عبادی را با آن توصیف کردند. در دوره بیداد خشونت، تلاش مجدانه او برای رسیدن به هدف عالی برابری حقوق انسانها از راه‌های صلح‌آمیز ستودنی است. شیرین عبادی به عنوان وکیل، قاضی، نویسنده، سخنران و فعال در امور اجتماعی و سیاسی ویژگی‌هایی دارد که هر یک در جای خود قابل احترام است. شخصیت تکامل یافته اوست که نامش را بر بلندای تاریخ آزادی خواهی به نیکی ثبت کرده است. من در راستای کارهایی که انجام دادم متحمل ناملایماتی هم شدم، به زندان رفتم. 7 سال به من پروانه وکالت ندادن که البته مهم نیست در قبال رنج فراوانی که مردم کشور من سالها قبل کشیدن. رنجیده خاطر نیستم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. با کینه ورزی، خشونت، انتقام جویی سازگار نیست. اگر مورد بیمهری قرار گرفته اید و قرار گرفته ایم، سعی کنیم ببخشیم. شیرین عبادی انسان است، انسانی با ایمان عمیق به بزرگی انسانها و برابری نوع بشر، صرف نظر از مذهب، نژاد، رنگ و ملیت. او از فرازی به بشریت نگاه می کند که همه را در یک سطح می بیند، واجد حقوقی برابر و خواسته های یکسان. از همین منظر است که او به تمامی گروه‌های قومی، مذهبی و نژادی احترام می‌گذارد و برای احقاق حقوقشان مبارزه می‌کند و به تعبیر خودش نقطه آغازین حقوق بشر و دموکراسی شنیدن سخنان یکدیگر و تحمل نظرات مخالف است و او در طول چند دهه فعالیت مداوم خود در عمل نشان داده است که به این مهم باور دارد.